وزارت تندرستی تاجیکستان شام 4 آگوست خبر داد که در یک شبانه روز آخر در جمهوری 71 حالت نوی سرایت ساکنان به کرونا ویروس نوع کووید 19 ثبت شده. در عین زمان 79 بیمار از این ویروس شفا یافتند. وزارت تندرستی میگوید در یک شبانه روز گذشته در کشور یگان حالت فوت ساکنان از کرونا ویروس ثبت نشده است. از آمار رسمی وزارت برمیآید که فعلا در کشور 376 نفر از کرونا ویروس تبابت میگیرند. وزارت تندرستی از 30 ایول اینک 6 روز پی هم شماره شفا یافتگان را نسبت به نو سرایت شدگان بیشتر نشان میدهد و اصرار می‌ورزد که در این 6 روز کسی در تاجیکستان از کرونا ویروس جان نباخته است. این در حالی است که در روزهای آخر درباره فوت حدود 10 نفر از این بیماری از جمله از مرگ 3 منصبدار بلندپایه خبرها به دست رسیدند. سودیه سود عالی اقتصادی تاجیکستان شمس‌الدین تیمورزاده شب 31 ایول به 1 آگوست در سن 58 از کرونا ویروس وفات کرد. روز 3 آگوست رکتور دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینواسیونی شهر کولاب اکبر نیوزی نیز تومه کرونا ویروس شد. روز 4 آگوست انیس عثمانزاده سردار ملیس نویه همدانی در سن همگی 45 در بیمارخانه بیماری‌های سرایتی شهر خوجند از کرونا ویروس جان باخت. منتقدان میگویند متاسفانه وزارت تندرستی در رابطه با وضع پاندمی دیگر باره همان سیاست خطای پوشانیدن واقعیت‌ها را پیش گرفته است.